این قصه در واقع حماس رو باید یه ذره با دقت بهش نگاه بکنیم. یعنی من نمیتونم اینجا بگم که مثلا این حماس رو روزها الان اینجا این تحلیل غلطی است اگر ما بدیم، هرچند ظاهرا میخوره به این ماجرا، ولی ببینید واقعیتش رو نگاه کنید. به نظر من این حماسی که امروز شما میبینید این یه محصول در واقع همکاری قطر و اسرائیل واقعیتش. یعنی ببینید قطر اسپانسر اصلی حماسه، اون که دیگه من کسیش در شکی نداره، میزبان سران حماس هم هست. اینا اصلا اونجا زندگی میکنن، کاخ دارن، جت شخصی دارن، اصلا زندگیشون اونجا. و قطر هم ببینید با اجازه آمریکا و اسرائیل به حماس پول میده و از اینا حمایت میکرده و این رئیس رؤساشون اونجا نگه داشته. اینو که نمیتونیم بگیم که مثلا قطر خلاف میل آمریکایی‌ها داره این کارو میکنه، یا برای مشخص سیستم رابطه قطر با آمریکا چیه. و ببینید اسرائیل هم صراحتاً در اظهارات سرانش از جمله همین آقای نتانیاهو هست که اینا گفتن آقا ما باید حماس رو تقویت کنیم و تقویت حماس به نفع سیاست‌های اسرائیل، به نفع منافع ملی اسرائیل. اینا هست. بنابراین ببینید نه اینکه ایران مثلا در حماس نفوذی نداشته یا کمکی مثلا بهش نکرده، ولی ببینید مثل بقیه چیزای جمهوری اسلامی دیگه، یعنی یه کاری رو میکنن که خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. اون نگاه رویاگرایانه و اینکه از پشت اون عینک استبداد و خرافه به همه چیز نگاه میکنن، این حضراتی که در اونجا تو مملکت رو دست گرفتن، باعث میشه نتونن بفهمن ماجرا در اصل چیه. و ببینید این قطعا اسرائیل و انگلیس هم خب به هر حال در حکومت ایران حتما نفوذ دارن و اینا این افکار شیطانی رو القا میکنن بر اساس همون مسئله رویاگرایی که متاسفانه دامنگیر ما ایرانی هاست. یعنی میشینن از طریق اون نفوذی هاشون این داستان ها رو سرهم میکنن برای یه عده‌ای و خب ذهن رویاگرای مستبد خرافه پرست یکی مثل آقای خامنه ای، خب این مستعد اینه دیگه، اینو میگیره، فکر میکنه اگر که در واقع بهش این چیزها رو القا میکنن، فکر میکنه به عجب فرصتی شد که ما مثلا بریم به سمت اون رویای امپراتوری ساسانی شیعی، واقعا باید اسمشو گذاشت. خب این رویاگرایی اوناست، ولی این که اگر حکومت ایران در دام این رویاگرایی میفته، این به معنای این که این طرح اصالتا ایرانیه نیست واقعیتش. من فکر میکنم که شما اگر نگاه بکنید این کمک های جمهوری اسلامی به اون حماس در چارچوب اون طرح کلی اسرائیل و آمریکا بوده به نظر من. یعنی نهایتا منافع اونا رو داره تامین میکنه دیگه. حالا این منافع چیه حالا عرض میکنم، ولی ببینید بحث من اینه که ببینید این حمله 7 اکتبر اگه بخواید بدونید جریانش چیه، به نظر من 7 اکتبر حملاتی که اتفاق افتاد 100% طرح مشترک قطر و سعودی و اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا و انگلیس. یعنی این بر اون اساس اتفاق افتاده و خود دستگاه امنیتی اسرائیل به نظر من شرایطش رو فراهم کرد. یعنی هیچ تردیدی در این نمیشه گفت که اصلا امکان نداشت بدون اینکه در واقع درون سیستم امنیتی و نظامی و اطلاعاتی اسرائیل کسی در واقع چراغ‌ها رو خاموش کنه، سیستم‌ها رو خاموش، از قصد این مطلب رو در واقع پیگیری نکنه، اصلا امکان نداشته همچین اتفاق بیفته. و حالا یه مش وحشی رادیکالیزم رفتن انجام دادن، اون مسئله نیست. یعنی اونا که نمیتونن همچین مسئله ای رو در این ابعاد انجام بدن، خب چرا الان نمیتونن انجام بدن؟ چرا 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 5 سال پیش نکردن؟ این تا زمانی که درون اون سیستم اسرائیلی تصمیم گرفته نمیشد که از این مهره حماس که این مدت میگم پروژه مشترک اسرائیل و قطر بوده این حماس استفاده بشه، تا زمانی که تصمیم برای استفاده از این مهره گرفته نشه،
اینا کاری نمیتونستن بکنن. این وحشیایی که رفتن اون فجایع 7 اکتبر رو در واقع به بار آوردن و فیلم هم گرفتن ازش و همه جا با افتخار پخش کردن. اینا مشخصه که این پروژه به نظر من با همکاری مستقیم خود اسرائیلی ها بوده. حالا ببینید، سوال ممکنه شما بکنه خب چرا باید یه همچین کاری مثلا اسرائیل بکنه، به ظاهری همچین صدمه‌ای به خودش بزنه؟ مثلا فرض بکنید که اصلا چرا باید با قطر و عربستان اسرائیلیا بشینن یه همچین پروژه‌ای رو طراحی کنن؟ ببینید جوابش در همون مقدمه‌ای که عرض کردمه. یعنی برگردید به اون طرح انتقال انرژی قطر و سعودی از طریق اسرائیل به اروپا. خب امنیت اون طرح باید تأمین میشد، یعنی باید تأمین بشه. خب این نیروهای نیابتی در اجاره روسیه هستند، اینها رو خب باید در اون چارچوب ببینیم که اینا باید میرفتن زیر ضرب. یعنی باید اینا از گردونه خارج، این کارت باید از دست روس‌ها خارج میشد که روس‌ها نتونن از این کارت نیروهای نیابتی که از جمهوری اسلامی اجاره کرده بودن استفاده کنن برای اینکه هر موقع خواستن این طرح در واقع انتقال انرژی رو ببرن زیر سوال. خب الان ببینید بدنه حماس داره سرکوب میشه. ببین سرانش که من معتقدم عامل خود اسرائیل و قطر هستن، یعنی این من در شکی ندارم. تو بدنه افراد رادیکالش که سرشار از نفرت و کینه اسرائیل هستن، اینا باید از بین برن و اینا خطر بودن و اینا بایستی بر یه جایی به کوره آدمسوزی سپرده می شدن و یه جایی از شر اینها خلاص می شد اسرائیل. خب این بازی رو به نظر من درست کردن که شر اینا خلاص شن دیگه. حالا ببینید این دیگه الان بحث حماس هم نیست که میگم وقتی شما حماس رو در واقع بدنه رادیکالش رو، این افرادی که میتونن در اختیار هر کسی قرار بگیرن با اون نوع رادیکالیزه‌ای که شدن، اینا شما بزنی از من ببری، خب اون تهدیدی که اون کانال رو در شمال غزه در واقع تهدید میشه خب از بین میره. اون خط لوله ها دیگه امنیتش تامین میشه تا حد زیادی. تو فقط این حماس نیست. ببینید الان شما اگه نگاه بکنید حزب الله، حوثی‌های یمن، گروه‌های شیعه عراق، اینا همه در معرض خطرن دیگه. یعنی الان چرا مثلا اون حزب الله جرئت نمیکنه یه موضع صریحی بگیره کاری بکنه؟ چون همه میفهمن که الان دیگه راه باز شده براشون که ضربه بخورن، ضربه اساسی بخورن. یعنی اینا همه، این حزب الله و حوثی یمن و گروه‌های شیعه عراق، اینا در واقع لبه جهنم واسطادن الان. و ایران و روسیه هم ببینید الان در مقابل یه تصمیم گیری بسیار بزرگ قرار داده شده. اینش تقریبا دیگه از اینجاش به سرنوشت عینی من و شما در آینده نزدیک، کشور ما در آینده نزدیک رفت پیدا میکنه. ببینید الان یه تصمیم بزرگ بایستی که ایران و روسیه بگیرن. یعنی یا باید تن بدن به این سرنوشتی که این بازی براشون در نظر گرفته، یعنی دیگه بازار انرژی اروپا رو از دست بدن، کاملا اهمیت در واقع استراتژیک منابع انرژی که در اختیار دارن از بین میره و اینا دیگه میافتن توی سرازیری طبیعی واقعا. یعنی خود به خود افول پیدا میکنن و از صحنه حذف میشن، از صحنه معادلات. چون اینا در واقع نقطه اساسی که میتونن در جهان ایفای نقش بکنن این منابع بزرگ انرژیشون بود دیگه. اینجوری الان در واقع از بازی خارج میشن به این شکل. و یا باید این کار رو بکنن یا باید تن به یه جنگ بزرگ بدن. هیچ راه دیگه این وسط به نظر میرسه که در واقع براشون نذاشتن. و خب این سرنوشتی که این بازی براشون در نظر گرفته خب خیلی دردناکه. هم ایران و هم روسیه در انتهای این بازی اگه به ثمر برسه این طرح انرژی قطر، سعودی، اسرائیل، خب این به شدت تضعیف میشن. حتی در مورد ایران امکان جنگ و تجزیه شمال ایران هم هست واقعیتش. اگه بخوان
در واقع غربی ها، آمریکایی ها مسئله نفت شمال ایران رو فعال بکنن و روی مسئله خط مرزی ایران با ارمنستان بخوان مانور بکنن، واقعا این طرح رو الان دارن میزنن جلوی ترکیه. یعنی یه جوری به اردوغان انگاری دارن میگن آقا درسته که تو مثلا از طرح انرژی سعودی اسرائیلی داری ضرر میکنی، یعنی ترکیه داری این وسط دور میخوره، اما خب اگر حاضر باشی با ایران در بیفتی و در شمال ایران برای رون گسلای قومیتی که اونجا ایجاد شده مسئله ایجاد کنی با همکاری آذربایجان یا جمهوری باکو جوری که بعضی ها میگن، خب این میتونی نفت و گاز آذربایجان و شمال ایران رو تو برداری بیاری اروپا و صادر کنی و تو نقش بازی کنی دیگه اونجا، اونم یه منبعی برای تو باید هزینه‌شو بدی. و خب این آقای اردوغان با این وضعی که داره اولا معلوم نیست واقعا کدوم وریه، اصلا نسبش به کجا برمیگرده، ولی از لحاظ معادلات صرف اقتصادی هم بهش نگاه کنی خب ایشون چون ورشکسته هستش، خب واقعیتش اینه که ممکن این کار رو بکنه. یعنی ببینید این یه بازیه که به هر حال اگر ایران توش حتی واکنشی هم نشون نده تو این شرایطی که الان قرار گرفته و نره مثلا به سمت اون جنگی که در واقع دامی که برای جنگ جلو پاش گذاشتن، باز ممکنه که دچار درگیری‌های شدید منطقه‌ای بشه متاسفانه. و خب ببینید اینا دیگه حماقت‌هایی که یه حکومت دست یه ملت میده متاسفانه، ما شرایطی که امروز برای ما حاکم کردن. خب حالا فرض کنید که این آمریکا ایران و روسیه مثلا فرض کنید نخوان مثلا به این سرنوشت تن بدن، خب چه رایی دارن به جز جنگ؟ خب هیچی، یعنی باید قبول کنن دیگه. و الان این واقعا روسیه میخواد به نظر من ایران رو به سمت جنگ هول داره میده، میخواد وارد جنگ بکنه ایران رو و این مصیبتیه که باز دوباره ما دوچارش شدیم. یعنی ببینید الان داره ایران رو هول میده روسیه به سمت جنگ. به نظر من ببینید خامنه‌ای به نظر من یه مقدار از اون خواب و رویا بیدار شده الان، یعنی اومده بیرون میبینه که این قصه نمیدونم امپراتوری شیعی ساسانی که میخواست درست کنه خواب و رویا بوده، الان با یه وضع بسیار عجیب و غریبی گرفتار شده. برای همینم ببین الان داره با دموکرات‌ها و دولت بایدن واقعا مذاکره میکنه، مذاکرات جدی الان در میونه و دارن خیلی مباحث رو اینجا دارن مطرح میکنن. به نظر من ببینید این خامنه‌ای و بخش بزرگی از این حکومت جمهوری اسلامی واقعا الان به نظر من یه جوری داره به آمریکایی‌ها التماس میکنن به نظر من تو این شرایط. یعنی آمریکایی‌ها هم خب به هر حال چون فعلا بازی رو نگه داشتن تا ببینن با روسیه و چین کارشون مثلا به کجا میرسه، ما شدیم دوباره بازیچه این قدرت‌های بزرگ. حالا اونا بین خودشون هر معامله‌ای بکنن سرنوشت مردم بیچاره ایران هم خب همونجا تعیین میشه. الان به نظر من اسرائیلی‌ها به آمریکایی‌ها واقعا دارن میگن که آقا کار جمهوری اسلامی رو تموم کن، ما آلترناتیوش رو حاضر آماده داریم دیگه. یعنی این آقای رضا پهلوی و همکارانش در باند رفسنجانی هستن که جایگزین بشن. یا آقای رضا پاشده اومده دست به دیوار نودبم گذاشته با ما بیعت کرده، دار و دسته رفسنجانی هم که حاضرن، تکنوکرات‌های ژنرال‌های اقتصادی و نمیدونم چی که اینا حاضرن، این دوتا با هم الان همکارن و میتونن با هم کار بکنن. ما اینا رو داریم و افکار عمومی ایران هم با من و تو ایران اینترنشنال آماده کردیم. شما اگر از شر جمهوری اسلامی خلاص شید ما بلافاصله این در واقع آلترناتیومون رو داریم میذاریم اونجا. این حرف به نظر من اسرائیلیا با آمریکایی‌ها الان اینه که هم فشار میارن که آقا بزن و این جمهوری اسلامی رو تموم کن و این مسئله. ولی خب آمریکایی‌ها تردید دارن و تردیدشون هم اینه که خب اگر بخوان با طرح اسرائیل جلو برن خب ممکنه این آقایون در تهران هم به سیم آخر بزنن و اون کاری که روسیه ازشون میخواد و انجام بدن، خب جنگ شروع بشه. حالا برنده نهایی جنگ خب مشخصه کیه و چه اتفاقی میفته، ولی خب ببینید در واقع
آمریکایی‌ها میدونن جمهوری اسلامی ببین زمانی وارد جنگ میشه که دیگه راهی نداشته باشه و اون خب اون موقع دیگه اصل موجودیتش به خطر افتاده باشه، خب حالا هر صدمه‌ای میتونه بزنه میزنه. و خب دموکرات ها فکر میکنن جنگ براشون خوب نیست و پایگاه مردمیشون رو از دست میدن و اگر بتونن طور دیگه ای روسیه رو در واقع از پا بندازن، جمهوری اسلامی رو هم ذلیلش بکنن، واقعا به نفعشونه که برای هم رأی آوردن خودشون، هم برای بچه بین المللی آمریکا، اون چیزی که دموکرات ها میخوان پروموتش کنن، هم خب به هر حال خطرات جنگ و این مسائل اینا رو ندارم، به نفعشونه که یه جوری این ماجرا رو به هر حال با جمهوری اسلامی حل و فصلش بکنن. و به نظر میرسه که الان یه بخش بزرگی هم از جمهوری اسلامی در رأسشون همین آقای علی خامنه‌ای واقعا اینا قبول کردن که وقتش رسیده که خب دیگه این رویای امپراتوری ساسانی شیعی رو واقعا بذارن کنار و همین بساط دزدی و غارتی که فعلا هست رو نگه دارن، حالا هم چیزی که دستشونه، و این قرارداد هم واقعا با روسیه کنسل کنن و بشینن به قول خودمون بشن همون پیشی ملوسی که انگلیسی ها 200 سال اونجا گذاشتن دیگه، یعنی اون نقش رو قبول بکنن و دیگه از این رویاگرایی ها بیان بیرون. و حالا البته یه بخشی از جمهوری اسلامی هنوز به نظر من داره اصرار میکنه که آقا اگه الان کوتاه های کار جمهوری اسلامی تمومه، رو آمریکایی‌ها نمیشه حساب کرد. ما هم فکر میکنم واقعا ما یه بعضی مشابه متاسفانه اون تابستان 1320 رو داریم الان دوباره در ایران. یعنی اون موقع هم شاه مملکت که رضا شاه بود روی اسب بازنده اون نیروی ضد هژمون اون روز که آلمانا بودن شرط بست و خب بعد دید اوضاع خرابه، آلمانا احتمالاً میبازن یا دیگه توانایی اینکه درست از پس در واقع حمایت از ایران بر بیان رو ندارن، پا پس کشید دیگه و ادامه نداد و گفت آقا به هر حال در مقابل حفظ تاج و تختش برای پسرش به هر حال دست کشید از اون اتحادی که داشت میرفت به زمینه که برقرار کنه با آلمان ها اون زمان. حالا به نظر میرسه این آقای خامنه‌ای هم در همون وضع مشابه اونجاست، یعنی بعضی حالا بهش میگن برو جلو و به هر حال جنگو شروع کن و با روسا این کار رو ادامه بده و چینیا نمیذارن اونجا چی بشه، روسا نمیذارن کسی به تو حمله کنه، نمیدونم روسا اتم دارن، چینیا اتم دارن، اگر آمریکایی‌ها بخوان تو رو بزنن اونا میان حمایت میکنن از این حرفا. ولی به نظر میرسه که به هر حال ایشون آقای خامنه‌ای هم اون کار رضا شاه رو میکنه و به نظر میرسه که به خاطر روسیه ایشون وارد جنگ نخواهد شد. به نظر من شرایط فعلی اینه. حالا به هر حال هر دو صورتش برای جامعه ایران متاسفانه مصیبته، چه اینها وارد جنگ بشن و در واقع با یک جنگی حالا حکومت جمهوری اسلامی روبرو بشه، مصیبت برای ایرانی ها. ادامه این وضع و این حکومت غارتگر فاسد هم برای ایران مصیبته، چون ببینید الان این وضعی که ایجاد شده خب نتیجه رفتار اینهاست، نتیجه رویاگرایی، فساد و بیکفایتی اینهاست که ایران در این وضع قرار گرفته. یعنی ما بعد از این همه سال برگشتیم دوباره در همون وضعیتی که در شهریور 1320 بودیم. خب این فرصت ها رو از بین بردن و درجا زدن با یک سری رویاهای احمقانه، خب اینا وضع محصول همین وضعی است که این قانون در ایران درست کرد. به هر حال بودن اینا یه مصیبت، نبودن اینا یه مصیبت، یعنی جنگ، درگیر جنگ شدن ایران یه مصیبت. و متاسفانه خب ما متاسفانه یه مقدار ضعف داریم در تحلیل عمیق مسائلمون. مردم ایران یه مقداری در این مسئله ضعف دارن و من امیدوارم که مردم یه مقداری عمیق‌تر به مسائلشون فکر بکنن، کمتر دچار احساسات و هیجان بشن و عمیق به این مسئله فکر بکنن که به هر حال یه مقداری ما
شاید امید داشته باشیم که با تکیه بر توان در واقع جوانانمون و نیروهای باهوش و با استعدادی که ایران هنوز داره یه مقداری از این وضعی که الان درست شده که بعضی بسیار مشکلی خارج بشیم. ولی به هر حال این فهم من از شرایط امروز این بود که خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از شما جناب رزاقی. امیدوارم که یه برنامه دیگه‌ای بتونیم بذاریم و شما تشریف بیارید بیشتر در مورد ایران صحبت کنید. باهاتون خداحافظی میکنم، با عزیزانی که الان حضور دارن و لایو دارن رادیو رو هم گوش میکنن خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب و روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم.